99% دارم و اینو نمیدونستم. سلام، خوش اومدید به این ویدیو. من علی ام، اینجا علی آفیشیال. ما قراره 3 تا از روش‌های ذخیره فایل بهتون ازش بگم. آخری هستن مهمتره که همونی که تو تامنیل و اولی ویدیو بهتون گفتم. تا آخر با همراه باشید. خب شما به اینجا 3 روش برای ذخیره کردن فایل. خب من یه چی می‌نویسم. خب روش اول که ساده است، همتون میدونید. این زبده رو میزنید، سیو رو میزنید و تمام. اسلیپ دوباره ورد با میکنید. روش چیه؟ دوم. بکن روش دوم مثل همونه، فقط جاش برم نکن. بهتون بگم بذارید می‌نویسم. خب میاد قسمت فایل. شما نکن توی قسمت سیوز رو میزنید، این قسمت رو میبینید. نکن توی قسمت بروز میشه ذخیره، اینجا هم میشه ذخیره سازی کنید. اما موضوع اصلی ما این است. نمیشه تو سرورهای مختلفی ذخیره سازی کنید، مثل گوشی، تبلت، لپتاپ، کامپیوتر. بعد اینجا میتونید از خودتون یه فیلتر ابری درست کنید. شما با روز رو میزنید. روز من اینو وارد میکنم. میتونید با پسوندهای مختلف اینو سیو کنید. پسوند مختلف سیو. حالا پسوند ورد داک ایکس نقطه داک ایکس. خب الان بذار من بهتون پسوندی که ذخیره کردم رو بهتون بگم. این قسمت سیو داکیومنت از هوم شروع کنید. شما یک کلیک راست کنید، قسمت پروپرس آلت اینتر یا کلیک. شما آلت اینتر رو بزنید. به اینجا نکن، اینجا رو نوشید داک ایکس از سمت داک ایکس بره ورد و همه مختلف پسنده مختلفی داره. شما نکن بذار این پسند هم بهتون نشون بدم. خب دوباره اینجا پسند داره. میتونید در اینجا اسم فایلتون رو تغییر بدید. مثلا نویسم یک و اینجا نکن زمانی که من سیو کردم، زمانی که ورود کردم، زمانی که اصلا ویرایش مثل اینه دارم. شما که بزنید اسم فایلتون به 11 تغییر میکنه. خب حالا روش سوم و همونی که توی تامنیل بهتون گفتم. اینجا شما ورد باز میکنید، میایید شما یه چی مینویسید، یه نکته‌ای داره باید توجه کنید. اما واسه ذخیره روش سوم شما کنترل اس با هم میزنید کنترل اس. من گفتم یه نکته‌ای داره. شما موقعی که فایل ذخیره نکردید نمیتونید با این روش ذخیره کنید. شما باید بیاید داخل اوپن، اینو بزنید و هر چی که وارد کردید و کنترل اس کنید، اون موقع سیو میشه. همین راحتی. خب بعد دیگه همین دیگه. بعد امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما سابسکرایب، لایک و کامنت بذارید. اون زنگوله رو آل بذارید که هر موقع علی آفیشیال یعنی من ویدیو گذاشت یوتیوب بهتون خبر بده و سریع با خبر بشید. ببینید تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.